مسیح هستم. امروز هستم در خدمتتون با یه آموزش دیگه که شاید سوال خیلیاتون باشه، اینکه تیپر سوزن چی هستش و دونستنش در خدمات آرایش دائم چه اهمیتی داره. از نقطه‌ای که نوک سوزن شروع میکنه به تیز شدن بهش میگن تیپر سوزن که به سه صورت لانگ، مدیوم و شورت تیپر. طبق تصویری که میبینید شورت تیپر پیکسل هایی که ایجاد میکنه درشتر هستش نسبت به مدیوم و لانگ تیپر و در نتیجه با توجه به توقعی که ما از کاشت پیکسل هامون داریم سوزنمون با تیپرش رو انتخاب میکنیم. از کجا باید بدونیم تیپر سوزن چی هستش؟ توی کپشن براتون نوشتم. مسیح هستم. امروز هستم در خدمتتون با یه آموزش دیگه که شاید سوال خیلیاتون باشه، اینکه تیپر سوزن چی هستش و دونستنش در خدمات آرایش دائم چه اهمیتی داره. از نقطه‌ای که نوک سوزن شروع میکنه به تیز شدن بهش میگن تیپر سوزن که به سه صورت لانگ، مدیوم و شورت تیپر. طبق تصویری که میبینید شورت تیپر پیکسل هایی که ایجاد میکنه درشتر هستش نسبت به مدیوم و لانگ تیپر و در نتیجه با توجه به توقعی که ما از کاشت پیکسل هامون داریم سوزنمون با تیپرش رو انتخاب میکنیم. از کجا باید بدونیم تیپر سوزن چی هستش؟ توی کپشن براتون نوشتم.